بریم با مهمان اول برنامه که در بخش حمایت کنیم از کسب و کار ایرانیان. امروز با بهاره قره‌گزلو، نویسنده دوست داشتنی سری کتاب‌های My Farsi Learning Books. نه ببخشید اشتباه گفتم. بهاره چی بود؟ بهاره تیچز فارسی. بهاره تیچز فارسی. من واسه فرستادم گفت این اشتباه. بهاره تیچز فارسیه. بهاره دکترای زبانشناسی کاربردی داره و با مهارت در آموزش زبان فارسی مجموعه‌ای از کتاب‌های جذاب و کاربردی رو خلق کرده. امروز با ماست درباره شیوه‌های نوآورانه‌ای که در آموزش زبان الهام پشت این کتاب‌های پرطرفدار هستش بیشتر بدونیم. بهاره جان خیلی خوش اومدی و مرسی که اسمو درست کردی برام. خواهش میکنم. سلام عزیزم، سلام به همگی شما و بیننده‌های عزیزتون. ممنون که من تو برنامه داری. قربونت برم. ممنون از تو که شرکت کردی تو برنامه ما. بهاره فرنک گفت از الهام بخش بودم. من میخوام ازت بپرسم که چی تو زندگی شخصی، چون آموزش کار آسونی نیست، دیل کردن با بچه‌ها مدام که شغل باشه، تو وقتی مادری مثل ایشون میکنی وظیفت بچه‌ت عشقشو داری، ولی که بچه غریبه تو مدام درس میدی اونم یک زبان دیگه کار آسونی نیست و حتما یک انگیزه شخصی میخواد. آیا خاطره خاصی، چیزی که برات الهام بخش بوده، دلیلی که باعث شده تو این مسیر و این سختی رو بری چی بوده؟ بهاره جان، من فکر میکنم انگیزه اصلی از جایی بود که من از سن خیلی کم به یادگیری زبان خودم علاقه داشتم و پدر مادرم خیلی استقبال کردن، من کلاس زبان گذاشتن. از 6 سالگی شروع کردم انگلیسی رو یاد گرفتن، بعدها خودم ترکی استانبولی یاد گرفتم، اسپانیایی کلاس رفتم و اینکه وقتی که دانشگاهم رفتم باز مترجمی زبان انگلیسی خوندم و اون علاقه من به زبان حالا تبدیل شد به تدریس زبان و توی ایران انگلیسی تدریس می‌کردم و آموزش فارسی موقعی انگیزش برای من به وجود اومد که مهاجرت کردم امریکا. وقتی که اومدم اینجا متوجه شدم که اینجا ما اولا که یه تقاضای خیلی بالایی هست برای آموزش فارسی، به خاطر اینکه همونطور که می‌دونید ما مهاجر خیلی زیاد داریم خارج از ایران متاسفانه، و دیدم که واقعا حضور زبان فارسی نسبت به زبان‌های خارجی دیگه خیلی کم رنگه. اینه که خب این انگیزه من رو دوچندان کرد که شروع کنم به طور جدی فارسی تدریس کنم و کتابای آموزش فارسی چاپ کنم و فکر میکنم به طور روزمره همون شاگردان که به من انگیزه میدن، چون همونطور که شما گفتین چالش داره، ولی خب چون من خیلی به این کار علاقه دارم و بازخورد دانش آموزا رو میبینم که با من، با کتابام، با مطالبم ارتباط برقرار میکنن، پیشرفت میکنن هر روز و خودشون خبر ندارن، ولی این به من هر روز انگیزه میده که کارمو ادامه بدم. خیلی هم عالی. بهاره جون، میخواستم ببینم وقتی که داشتی این محتوای آموزشی رو تولید میکردی یا طراحی میکردی چه نکته‌های مخصوص و به خصوصی رو اومدی توشون حتما انجام دادی که اینو جذاب‌تر بکنی برای مخاطبت؟ سارا جون، من از همون متد اصلی تدریس خودم استفاده میکنم تو کتابام که در واقع دستور زبان فارسی رو به صورت خیلی ساده و سرگرم کننده از روی مثال‌ها و موضوعای مکالمه‌های روزمره خودمون درس میدم و این شخصیت‌های کارتونی پیشی و پاشا که همسرم خلق کرده که خیلی هم قدردانشم، با هم ایده پردازی کردیم و ایشون کار تصویرگریشون رو میکنه، دیدم که با حضور اینا خب خیلی فانتر میشه، چون داستان اینا دنبال میشه توی کتابا و زبان آموز میتونه ارتباط برقرار کنه با این شخصیت‌ها و راحت‌تر یاد بگیره. کتابام با فایل‌های صوتی میاد که خودم اونا رو ضبط میکنم و فکر میکنم اونم یه المانیه که خیلی کمک میکنه که اضافه میشه به اون ویژوال لرنینگی که کتابا ارائه میدن و حالا شما حالت صوتیش هم شنیداریش هم دارین و فکر میکنم اینا مشخصهای اصلی کتابامه. میخواستم بگم که واقعا کار قابل تقدیر میکنی بهاره عزیز. من مادر خودم هم دستی بر نوشتن داره و اینکه میدونم چقدر سخته و چقدر هیجان داره موقع نوشتن متن برای که ارائه بکنه به بهترین شکل. اما میخوام ازت بپرسم که اگه میشه در مورد آخرین کتابت هم که منتشر کردی بیشتر بگی، اینکه چه چیزای جدیدی رو توی این کتابت نسبت به کتابای قبلیت به خواننده‌ها ارائه دادی و اگر هم دوست داری مقدار از چالش‌ها و تجربیات جدید خودت هم بگی موقع نوشتنش.
حتما عزیزم، ممنونم از سوال خوبه. مجموعه کتابای من قرار حدود 10 تا کتاب باشه که به طور کامل زبان محاوره فارسی رو تکمیل کنه. تا الان همونطور که گفتین 4 تا کتاب دارم که کتاب 4م شروع سطح متوسطه که چون که سطح زبان یکم بالاتر رفته، خب مطالبش خیلی بیشتره و یکم دست من بازتره که حالا داستان پیشی و پاشا یکم بیشتر داره ارائه میشه. مثلا در مورد خودشون رو معرفی میکنن، مکالمه دارن در مورد خانواده هاشون، چون من فعل داشتن رو دارم درس میدم که چند تا خواهر برادر دارن، یا در مورد علایق و سرگرمی هاشون میگن و با ادامه این کتابا داستانه پیشی و پاشا هم ادامه پیدا میکنه و هرچی زبان پیشرفته تر میشه داستانه بیشتری از زندگی. من یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟ من برای خودم دارم در واقع اینو میپرسم، برای اینکه من فوق‌العاده تنبلم، چون که بله همسرم خب انگلیسی صحبت میکنه، ما همش تو خونه انگلیسی صحبت میکنیم و بچه من خیلی تک و توک کلمه‌های فارسی رو یاد گرفته. من از کجا میتونم دسترسی پیدا بکنم به این کتابای شما؟ چجوری میتونم اینا رو معرفی بکنم به پسرم که بتونه ممنونم یاد بگیره بذارم لیش کنم؟ چالش بزرگیه. من چون با کسایی که کار میکنم اکثرا پدر مادرشون همین مشکل دارن، مخصوصا کسایی که یکی از پدر مادرها ایرانی نیستن. خیلی خوبه که براتون مهمه و مطمئنم که هر کاری که از دستتون بر بیاد دارین میکنین. همین که باش ادامه بدین، فارسی رو صحبت کردن، اطرافش بشنوه، خیلی کمک میکنه به اینکه علاقه‌مند بشه. کتابای منو میتونن از وبسایتم تهیه کنن عزیزان، bahareteachesfarsi.com. یه سوال دیگه من در انتها ازت بپرسم، اگر کسی باشه که بچه نباشه، یعنی بزرگسال باشه، همسنای خودمون بزرگتر، کسی اونا میتونن از تو و کتابات استفاده کنن؟ بله خیلی سوال خوب کردی فرنک جون. این کتابای من هم برای بزرگسالانه هم برای بچه‌ها، به خاطر اینکه کسی که زبانو شروع میکنه مهم نیست شما چند سالتون باشه، همچنان مثل یه بچه باید از ابتدا شروع کنین، از جمله بندی‌های کوچولو شروع کنین و اونو به صورت پیشرفته ادامه بدین. اینه که مخصوصا چون من دستور زبان فارسی جمله بندی رو یاد میدم، اتفاقا برای بزرگسالا خیلی کتابا مفیده و برای بچهای خیلی کوچیک به همراه یه بزرگسال کتابام خیلی بهتر میتونه استفاده بشه. ولی برای بچه‌هایی که دیگه مثلا از 8 سال به بالا هستن خودشون میتونن با کتابا کار کنن. چقدر هم عالی. خیلی بس فکر میکنم باید بچه‌ها روش‌های مشابه برای یاد گرفتن مثلا زبان چینی و مثلا کره و اینا هم شاید باشه، نه بهاره؟ بله والا فرنک جون، همین حرفی که داشتین راجع به تکنولوژی میزدین الان واقعا خیلی راحت شده. چون ویدیوهایی که هست برای همه زبان‌ها، همونطور که بهاره جون گفت، حالا به غیر از دیدن کارتون و فیلم، ویدیوهای آموزشی الان من خودم صفحه‌ای که دنبال میکنم، چینی، فرانسوی، نمیدونم آلمانی، همه زبان‌ها رو میشه از راه همین ویدیوها و منابعی که هست استفاده کرد. ولی متاسفانه برای فارسی زیاد منابع برای زبان محاوره فارسی نیست. ولی خب خوشبختانه بهاره هست، بهاره تیچز فارسی. خوشگله. من با تو خداحافظی میکنم. مرسی که با ما همراه بودی. ممنونم که منو داشتین، خیلی خوشحال شدم. قربان.